هیچ مشکلی تو مواد اولیه نداریم تو هر شرایطی. افزایش صادرات و اخذ سهم از بازار از کشورهای خارجی داشته باشه. هر کسی به تعداد رأیش به هر کاندید میتونه رأی بده. اینو ثابت کرده که همیشه در بحث‌های توسعه ثابت قدم بوده و تمام تلاش من و همکاران زحمتکش و دلسوز من هم در مجموعه شیفت آرای شرق این بوده که هر سال بحث‌های توسعه هم داشته باشیم. خبرهای بسیار خوبی رو انشالله طی ماه‌های آینده حتما اعلام خواهیم کرد و به طبع این باعث میشه که علاوه بر اینکه بازارهای هدف متفاوتی داشته باشی، با رقبای متفاوت تو سطوح مختلف بتونی رقابت کنی، موضوع ریسک و سودآوری تضمین شده ایران برات به ارمغان داره.